یک زمان بود چند سال پیش در یک خانه من شام خواندم، نماز شام. ما فوق‌العاده در اون خانه وارد شدیم، زیرا که من پرسیدم خانه هست که در اینجا نماز خوانیم؟ یک قشلاق بود. گفتن همین خانه خانه ملا هست، می توانی همجا رفته شامت را خوانی. وقتی که من داخل این خانه شدم، از نزد دروازه 3 زن نشسته بود. وقتی وارد خانه شدم، یک زن همراه ملا نشسته بود. اون ملا نبود، ولی جادوگر بود. نشسته بود. تا حال وقتی شام قریب که گذشته بود نصفش، تا حال وای نماز شام نخوانده بود. وقتی من در آمدم گفتم نماز شام میخوانم، وایم از جاش شاید از شرم من خیست از پس من نیت کرد، ما شام خواندیم. وقتی خواندیم من وقتی زیاد داشتم اونجا نشستم، حتی وای از من شرمم نکرد، به من اهمیتم نداد. اون زمانها البته ما نه واعظی میکردیم نه خطیب بودیم، بلکه یک آدمی بگیم ناشناسی بودیم. وای به سوی همان زن چی گفت؟ گفت این 7 سوزنی که در دست تو میدهم، اینها را هر کدام شد در 100 متر که رفتی پرتا و پست نظر نکن. و این تخمی که در دست تو میتون، در بالای تخم هر کل حرفا و رقمها نویساندگی بود. اینا برده در زیر همون دیگدانی که خوراک میپزین و یا میکنی، خسور و خوشتامن و شوهری تو باید درک نیابد و یا در زیر وای میگورانی. هر گاهی که اگر در زیر همون دیگدانچه علاو میکنن، چند قدر محبت شوهر به تو باز زیاد میشود. اون زن تبسم کردن، با یکدیگر چقچق میکردن، میخندیدن. در حالتی رفتن باز چند مقدار پول در پیش این کس گذاشت و خسته رفت. لیکن من چی میگویم؟ من میگویم این خواهری که اولا رفته این گناه جادوگرها را باور میکند، اولا جادوگر که خودش کافر است. در اسلام حکم جادوگر فقط کشتن از قتل است و خود این کسی که رفته سخن او را باور میکند و هم کافر است. این خواهر عزیز اگر مراجعت فارد، اگر پند ما برای او معقول باشد، نه پیش جادوگر رفتن در کار، نه پیش یک داملا رفتن در کار، بلکه برای آنه که دل شوهری تو برای تو گرم شود، شوهر تو را احترام کند، خسور و خوشتامن در حق تو دعا کند. احترام کن کلانترها را، شوهر را احترام کن، با قدر شوهر برس، دل شوهر برای تو گرم می شود. شوهر تو را احترام میکند.